بهترین 5x5 دنیا یا نه؟ توی این ویدیو با هم میبینیم. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال من. توی این ویدیو میخوایم جدیدترین 5x5 مویو رو با هم بررسی کنیم. آوچانگ V6 روبیکی که به تازگی شرکت مویو داده و خیلی سر و صدا کرده. خیلی از رکورد دارا، خیلی از خوبای این آیتم مثل لوک گرت، پاتریک پونز از گن 562 تغییر مین دادن به این روبیک. میخوایم بررسی کنیم که ببینیم واقعا اینقدر خوب هست یا نه. ظاهر جعبه یه جعبه خیلی شیک داره، تماما آبیه، عکس خود روبیکا کشیده با طراحیش، مشخصاتش رو توضیح داده و یه سری توضیحات دیگه. جعبه واقعا قشنگی داره، از یه مقوای محکم هم هست. جعبه که باز میکنیم خود روبیک با یه دونه باکس هستش. خب یه دونه دفترچه گذاشته که آموزش روبیک 5x5 و این قسمت هم کسایی که مویو اسپانسرشون هسته گذاشته. یه طرف چینیه، یه طرف انگلیسی. یه دونه کارت هست، آقای یوشنگ دو، رکورددار سابق جهان 347. دیگه چیزی نداره، همینا، با یه دونه پیچ‌گوشتی که رو عکس روبیکای مویو هست. خب بریم سراغ خود روبیک. از نظر رنگ بندی واقعا رنگ بندی عالی داره، خیلی رنگ بندیش خوبه، رنگ بندی کاملا تیره‌ای داره، باعث میشه که لوک خوبی بگیرید. بخوام با مثلا RS3M V5 مقایسه کنم، دقیقا همون رنگ بندی به کار رفته و خیلی رنگ بندی جالبیه. از نظر وزنش خیلی سبکه، یعنی من وقتی خریدم فکر نمی‌کردم اینقدر قرار باشه سبک باشه، ولی نسبت به روبیکای دیگه که داشتم مثل MGC این واقعا خیلی سبک تره و کاملا این سبک بودنش حس میشه. از نظر ابعادش یه چیزی بین MGC و میلانگ مگنته، یعنی MGC 62 این 60 و این 61 هستش و ابعادش یه ابعاد تو دست اندازه هستش. حالا نوبتی هم باشه نوبت گردش حرکاتشه. یه دقیقه چه نمیگم، گردش حرکاتش رو ببینیم و صداش هم بشنویم. خب از نظر گردش حرکاتم واقعا مشکل نداره. از نظر مگنت، یه مگنت های متعادل زدن روش، خیلی قوی نی، خیلی ضعیف هم نی. مگنت های داخلی قوی تره، قشنگ جذب بهتری حس میکنید و مگنت های بیرونی مقدار ضعیف تره و از نظر سرعت خیلی سریعه. به جرئت میتونم بگم حتی از گن 562 هم خیلی سریع تره و نکته که داره با این سرعت زیاد خیلی قابل کنترله و مگنتاش هم اذیت نمیکنه. بزرگترین مشکلی که من توی گن 562 دیدم اون جذب خیلی زیاد مگنتشه که باعث یه سری لاکاپای ریز میشه، ولی این کاملا اون نقاط ضعف نداره و خیلی مکعب خوبیه. این نسخه که الان دست منه نسخه سینگل ترک یووی هست و نسخه های بهتری هم هستش مثل دبل ترک و تریپل ترک.
که تریپل ترک مگنت های زیادی داره. معمولا کسی به عنوان من کیوب استفاده نمیکنه و پرفروشترین نسخش دبل ترکش بوده و این سینگل ترکه. خب بریم که قطعه های مکعب با هم بررسی کنیم. قطعه هایی که الان هستش، اول از هم از سنتر کپ شروع بکنیم. اکثر 5x50 یه سنتر کپ معمولی این دارن، ولی نکته ای که هست سنتر کپ این واقعا منو سورپرایز کرد و خیلی شکل عجیبی داره. برای بقیه مهره ها میتونیم بگیم که این قسمت از مهره ها که میبینید که عین همه، فقط این قسمت ها اضافه کرده به عنوان آنتی پاپ که داخل این سنتر قرار میگیره و باعث میشه که حتی سنتر هم نتونه پاپ کنه. یا این مهره ها میتونیم بگیم همه 5x50 این قسمت کاملا صافه، این قسمت یه برآمدگی داره داخل V6 که باعث آنتی پاپ میشه و مهره های این مهره هاشم دقیقا همون شکله، فقط این قسمت کامل، این قسمت بزرگ کامل اضافه شده که نقش آنتی پاپ داشته باشه. برای همین میتونیم بگیم این مکعب به هیچ وجه پاپ نداره، به هیچ وجه. خب بریم سراغ جمع‌بندی نهایی. از نظر وزن، رنگ بندی و مگنت و سرعت میتونم نمره 10 بهش بدم. از نظر لاکاپ خاصی نداره، 9 از 10 بهش میدم. بستگی به تنظیم خودتون داره، چون تنظیم خود مکعب از جعبه که در میارید شله و من یکم پیچاشو سفت کردم. بخوام با گن مقایسه بکنم، از نظر سرعت، گردش، حرکات کاملا برابری میکنن، ولی یکم حس بهتری شاید با این بگیرید، چون مگنت های گن حس میکنید یکم دخالت میکنه تو کار، ولی اینی مشکل نداره. بازم سلیقه‌ایه، حتما تو کامنت بگید که شما اینا انتخاب میکنید یا گن 562. یه حلم باش میریم که بهتر متوجه شید چه جور روبیکیه.